قصابی بود قصابی میکرد و توته استخوان در چشمش رفت و این قصاب نزد دکتر آمد که دکتر صاحب چشم من بسیار درد میکند، کار بکن که از دردش نجات پیدا کنم. دکتر معاینه کردید که استخوان در چشمش است، توته ای از استخوان. بعد معلم داد که بالاش بگذارد. هر روز معلم میداد، دوای تسکین درد میداد، یکی دو روز بهتر میشد، دردش تسکین میشد. باز یکی دو روز دوباره که درد میکرد، قصاب باز مقدار گوشت را میگرفت به عنوان تحفه میآورد به دکتر میداد. روزها گذشت، هفته ها گذشت تا اینکه روزی دکتر نامد، فرزندش نشسته بود. فرد آمد، اون فرزندش متوجه شد که یک توته استخوان در گوشه از چشمش است. اون را کشید، چشمش جور شد. بعد پدرش آمد، یکی دو روز منتظر بود که قصاب نامد، دیگر گوشتی هم نبود. گفت که چی شد، چرا قصاب دیگه نیامد؟ پسرش گفت من توته استخوان را از چشمش بیرون کردم. دکتر به فرزند خود گفت اون توته استخوان را من دیده بودم، اون روزی ما بود که من همواره اون را پاسبانی میکردم، اون را معلم کاری میکردم، دردش را تسکین میکردم که همیشه وقت دیگه ما پر از گوشت باشد. دوستان یادتان باشد گاهی اوقات بعض افراد خاصیت آن دکتر را دارد، درد ما را درمان نمیکند، میخواید ما همواره محتاجش باشیم. کوشش کنید که شما به دنبال ماهی نباشید که کسی برایتان ماهی بدهد. کوشش کنید به دنبال کسی بگردید که برایتان ماهی گرفتن یاد بدهد.